فرهنگ HSE در سازمان‌ها شکل‌های مختلفی داره. اگر بخوایم فرهنگ HSE در سازمان خودمون رو ارزیابی کنیم، سازمان ما از لحاظ فرهنگ HSE جزو یکی از این 5 مرحله قرار می‌گیرن. پایین‌ترین سطح فرهنگ HSE سطح پاتولوژیکال یا بیمارگونه هست. پله بعدی سطح ریاکتیو یا واکنشی هستش. سطح بعدی سطح کلکیولیتیو یا محاسبه‌گر هستش. مرحله بعدی فرهنگ پرواکتیو یا پیشگیرانه هستش و بالاترین سطح فرهنگ سازمانی از لحاظ HSE سطح خلاقانه یا جنریتیو هستش. هرچه میزان دانش و اطلاعات نفرات و کارکنان نسبت به کارشون بیشتر میشه، نسبت به دستورالعمل‌ها بیشتر میشه، بدون شک فرهنگ HSE هم بالاتر میره. همینطور هرچه اعتماد نفرات نسبت به مدیرانشون بیشتر میشه، سطح فرهنگ HSE بالاتر میره. نردبان فرهنگ HSE در واقع نقشه راهیه که نشون میده سازمان ما از نظر فرهنگ HSE در کجا قرار گرفته و مرحله بعدی ما کجا خواهد بود. خب همونطور که گفتیم پایین ترین سطح فرهنگ HSE سطح بیمارگونه هست. در این سطح افراد نسبت به بهداشت ایمنی و محیط زیست بی توجهند و تنها از قوانین مطابقت میکنند و این مطابقت کردن از قوانین از سر ترس هستش یا از سر اینکه جریمه نشن هستش و اینجاست که HSE به درستی درک نشده. در سطح واکنشی یا انفعالی ایمنی تنها زمانی جدی گرفته میشه که یه حادثه یا اشتباهی رخ بده. زیاد میشنویم جملاتی از این قبیل که میگن کسب و کار خطرناکیه یا میگن باید بیشتر مراقب خودتون باشید و افرادی که حادثه میبینن خودشون عامل ایجاد اون حادثه هستن. معمولا در این سازمان ها مقصر رو حادثه دیده رو مقصر معرفی میکنن. در این سازمان ها در واقع مدیران ایمنی رو جدی میگیرن اما احساس میکنن که افراد به آنچه که اونها گفتن عمل نمیکنن. در سطح حسابگر فرهنگ HSE سازمان دارای سیستم هستش، یعنی تلاش شده سیستمی استقرار پیدا کرده و وانمود میکنن که HSE بسیار جدی گرفته میشه. تمرکز اصلی اونها بر آمار و ارقام هستش. زیاد میبینیم که بر سردر سازمان اونها نوشته میشه که تعداد روزهای کاری بدون تلفات قید میشه، داده ها جمع آوری میشه، تجزیه و تحلیل میشه، تعداد زیادی ممیزی انجام میشه، اما در این سطح هنوز مرگ و میر رخ میده و وقتی مرگ و میر رخ میده سازمان ها دچار تعجب میشن که چرا علیرغم اینکه اینقدر آمارها خوب بوده باز حوادث اتفاق افتاده. مرحله بعدی در واقع پیشگیرانی یا پرواکتیو هستش که HSE بر پایه رخدادهای گذشته مدیریت نمیشه. نه تنها بر پیشگیری از وقوع مجدد حوادث تأکید میشه بلکه اشتباهات احتمالی که ممکنه آینده هم رخ بده مورد توجه قرار میگیره. در سازمان هایی که سطح پیشگیرانه فرهنگ رو دارن همه افراد درگیر HSE هستن و همه افراد خودشون رو مسئول HSE میدونن و مسئول حادثه ها میدونن. در این سطح در واقع تعداد افرادی که در قسمت HSE فعالیت میکنن کاهش پیدا میکنه و نفرات HSE تنها نقش مشاور رو به عهده دارن. بالاترین سطح فرهنگ HSE که ایدئال شرکت هاست سطح خلاقانه یا جنریتیو هستش. توی این سازمان ها استانداردهای بسیار بالایی رعایت میشه، حتی خیلی فراتر از قوانین و مقررات.
این سازمان‌ها درباره نقص رفتار بسیار صادقانه‌ای دارن و از نقص‌ها جهت بهبود استفاده می‌کنن، نه برای سرزنش. اونا انتظار کار درست رو ندارن، بلکه انتظار کارهای بهتر رو در سر دارن. مدیریت میدونه که کارکنان بهش اعتماد دارن و مسائل رو باهاش در میون میذارن.